سلام خدمت همه دوستان و علاقه‌مندان. در این کلیپ که از دوربین مداربسته گرفته شده توسط خود بنده، فقط قصدم اینه که به همه اینو بفهمونم که اینجا یعنی محل کارم جن ظرف وجود سالم الان کاملا سالم. یه ساعت دو ساعت همینجا بود ظرفه. حالا یه اون آقافل میشکنه بگیرم. تا دیشب یه صدای عجیبی مثل خوردن یه چیزی روی زمین، خیلی هم صداش بلند بود، عجیب بود. حتی خود منم داخل فیلم هستم و اون گوشه نشستم، اما متوجه نشدیم از کجاست تا آخر شب بود که داشتیم وسایل جمع می‌کردیم. یهو متوجه این ظرف شیشه‌ای شدم. ظرف پیرکس شکسته بوده. این فیلم نه فتوشاپ نه ساخت هوش مصنوعیه، عین واقعیته. یعنی از دوربین مداربسته گرفته شده. نگاه کنید، این ظرف 2-3 ساعت اینجا بوده، حالا یهو میشکنه. این چیزا نشونگر این که یه جنی چیزی داخل مغازه‌ای، محل سکونتی چیزی هست. نگاه کنید، دیدی؟ چطور شکست؟ این